مگه میشه کال آف پلیر باشی، بتل باز باشی، مخصوصا ایرانی هم باشی، یه دونه اچس تو ترکیبت نباشه؟ میشه بچه‌ها؟ نمیشه که. اتچمنتی که دارید میبینید من خودم خیلی وقت ازش استفاده میکنم. حالا دوتا نکته اول، پرکای شاتگان که بهتر روش بندازید این ستا هستن. پیشنهاد میشه اینا رو روی شاتگانتون بندازید که احتمال وانشات شدنش بره بالا. حالا نکته دوم، اتچمنت خوب به تنهایی به این معنی نیست که تو قطعاً همه انمی‌ها رو وانشات می‌کنی. اگر کسی بهت میگه نه این شاتگان قطعاً وانشاته، داره وقتتو میگیره و ازت سوء استفاده میکنه. من ریل مهدی ام، تو این پیجم چیزی به جز محتوای سالم تا الان ندیدید و قرار نیست ببینید. پس ممنون میشم برای حمایت از من و صرفاً رشد محتوای سالم یه لایک و سیو پای ویدیو بندازید. دمت گرم چشای داداشی، مرسی که مثل همیشه ازم حمایت می‌کنی. اگه خواستی گمش هم نکنی میتونی کلمه عشق رو کامنت کنی، دایرکتت هم برات بفرستم. برای رفیقت هم بفرست، ما تگ خوری تو مراممون نیست. بوس.